امروز میخوام بهت راز پوست کره بگم. چجوری پوستشون اینقدر روشن و شفاف و بدون جوش و لکه است. تا انتهای فیلم همراه من باش. یه دونه زرده تخم مرغ، 1 قاشق نشاسته ذرت، آب خیار، غلظتش باید اینجوری باشه. اگه خیلی شل شده نشاسته ذرتش رو بیشتر بریز. بلافاصله بعد که پوستت آب کشی کنی متوجه میشی که پوستت چند درجه روشن‌تر و شفاف‌تر شده. هم ضد جوشی هم ضد لکه. حتما این فیلمو سیوش کن و بفرست واسه